خانمی از پیرمرد دستفروش میپرسه این دستمال ها دونه‌ای چنده؟ فروشنده پاسخ میده هر کدوم 5000 تومان خانم. خانم میگه من 6 تا برمیدارم و 20000 تومان میدم یا اینکه نمیخرم و میرم. فروشنده پاسخ میده اشکالی نداره خانم، با اینکه سودی برام نداره ولی این میتونه شروع خوبی برای من باشه، چون امروز حتی یه دونه دستمال هم نفروختم و برای زنده ماندن به پول اینها نیاز دارم. خانم دستمال ها رو با قیمت دلخواه خودش میخره و با احساس برنده شدن سوار ماشین شیک خود میشه و با دوستش به رستورانی شیک میره. او و دوستش آنچه را که میخواستن سفارش میدن. اونها فقط کمی از غذای خود را میخورن و مقدار زیادی از آن را باقی میگذارن. صورت حساب را که 500,000 تومان بود 550,000 تومان حساب میکنن و به صاحب رستوران شیک میگن که بقیه‌اش را به عنوان انعام نگه داره. این داستان ممکن است برای صاحب رستوران کاملا عادی به نظر برسد، اما برای پیرمرد فروشنده بسیار ناعادلانه است. سوالی که مطرح میشه این است: چرا همیشه هنگام خرید از نیازمندان باید نشان دهیم که قدرت داریم و چرا ما نسبت به کسانی که حتی نیازی به سخاوت ما ندارند